رابطه ناگسستنی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 61 دهه فیض استقلال جماعت دهات چهارباغ شهری استراوشن با قسم حربی 0202 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان طفیل تشکیل درس‌های تربیوی منتظم و آزاد باز هم قوی‌تر می‌گردد. ساعت نوبتی تربیوی خوانندگان صنف‌های نهم مؤسسه مذکور که رادمردان شجاع وطن نام داشت تحت سرپرستی آموزگار صاحب تجربه و مربی غمخوار بشارت آخونова در دیدبانگاه سرحدی زرحلال قسم حربی 0202 جریان گرفت. ساعت تربیوی از قسم‌های درسی و فرهنگی عبارت بوده. در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ریاست معارف، پدر و مادران و سربازان و افسران دیدبانگاه سرحدی، قسم حربی و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانی عمومی دهه شرکت فعال داشتند. در قسم اول خوانندگان با لباس‌های نظامی درباره جهد و تلاش‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی، بنیادگذار دولت نوین تاجیکان، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به تشکیل ارتش جدید ملی، قرض فرزندی خویش حسابیدن خدمت در صف‌های قواهای مسلح تاجیکستان و وظیفه نخستین هر یک جوانمرد بانند و ناموس وطن محسوب یافتن حمایت مرز و بوم کشور را با قرائت شعرها و جمله‌های افاده‌ناک تاثیربخش و مؤثر بیان نمودند. هدف از گذراندن ساعت تربیوی در دیدبانگاه زرحلال در آن است که در دل خوانندگان نسبت به وطن مهر و محبت، نسبت صداقت به پرزیدنت و حمایت حفظ مرز و بوم وطن را بیدار نمایید. مورد به تاکید است که دیدبانگاه سرحدی زرحلال قسم حربی 0202 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن در بناهای معاصر جایگیر بوده برای سربازان و افسران آشخانه، حمام و دیگر انفراستراکچورهای یاررسان بنیاد کرده شده است. فارغ از برگزاری ساعت‌های تربیوی، خوانندگان با شرایط بود و باش اسکران آشنا گردیده مهر خدمت در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و حمایت مرز و بوم پاک کشور را در دلهایشان پروریدند. حفظ سرحد وظیفه مقدس هر یک جوانمرد بلند و ناموس محسوب می‌یافته است. امروز در دیدبانگاه زرحلال جوانان صادق وطن خدمت حربی را می‌نمایند. برای سربازان همه شرایط‌های برد و باش از قبیل کتابخانه، صنفخانه تعلیمی، ورزشگاه و خانه خدمت معیشی با تمام لوازمات‌های معاصر مجهز و آماده میباشد. در قسمت فرهنگی مسئولین مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 61 نزد سربازان و افسران دیدبانگاه سرحدی زرحلال سرود و رقص‌ها و صحنه‌چه‌های تربیوی اخلاقی نمایش داده زیر آهنگ‌های جذاب تاجیکی با سربازان و افسران یکجای رقصیدند. مضبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار.